خوندن ممکنه برای بعضیا کار خسته کننده‌ای باشه، ولی واقعیتش اینه که خوندن یه مهارت خیلی مهمه، به خصوص اگر که دارید زبان یاد میگیرید و به خصوص اگر قصد دارید که تو آزمون‌های زبان شرکت. تو این ویدیو من میخوام راجع به این صحبت بکنم که اولا ما چی کار میتونیم بکنیم که پایه خوندن نسبتاً قوی برای خودمون ایجاد بکنیم و دوم اینکه راجع به ساختار آزمون صحبت بکنم و تمرکز من هم توی این ویدیو روی آزمون‌های تلک بقوف، سطوح بتسوای و تسایتس هست. قبل از اینکه بریم سراغ آمادگی آزمون و بررسی اینکه ساختار آزمون چه شکلی هست، مهمه که بدونیم شرط موفقیت ما اینه که یه پایه قوی برای خودمون بسازیم. پس من اینجا میخوام بهتون بگم که من خودم چیکار کردم تا به مرور زمان این پایه قوی رو برای خودم بسازم. اولین کاری که باید ما انجام بدیم اینه که خودمون رو در معرض موضوعات و تم‌های مختلف قرار بدیم با توجه به سطحی که قرار خودمون رو برای اون آماده بکنیم. توی اینترنت منابع مختلفی وجود داره که شما میتونید از طریق اونها با متون مختلف آشنا بشید. اولین وبسایتی که اینجا میخوام بهتون معرفی بکنم یه وبسایتیه به نام دویچ پرفکت. این وبسایت راجع به موضوعات مختلف از موضوعات روزمره، تاریخ، هنر، فرهنگ، راجع به همه چیز می نویسه. کلاً هم تمام چیزهایی که یعنی مقالاتی که توی این وبسایت شما پیدا میکنید مخصوص کسانی هست که دارن زبان آلمانی یاد میگیرن. توی مقالاتشون همیشه کلمات و اصطلاحاتی که به کار برده شده یک گوشه‌ای داره که معانی رو توضیح دادن. یه وبسایت دیگه‌ای که باز میتونه بهتون خیلی کمک بکنه یه وبسایتی به نام DLF ناخگشتن، Deutschland Funk ناخگشتن هست. در واقع خوبیش اینه که شما میتونید تمی رو که علاقه دارید بهش انتخاب بکنید. مثلا میگید که من میخوام مثلا راجع به سیاست بخونم، راجع به اقتصاد میخوام بخونم، راجع به هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید بخونید. یه موضوعی که اینجا باید بهش توجه بکنید اینه که خودتون رو محدود نکنید به موضوعاتی که بهش علاقه دارید، چون واقعا معلوم نیستش که شما توی آزمون قرار هست که به چه نوع سوالاتی جواب بدید. البته اگه قرار آزمون بقوف رو بدید اینش مشخصه که موضوعات راجب بقوف هستن، راجب مشاغل و موارد این چنینی، ولی اینکه دقیقاً راجب چی هست مشخص نیست. برای همین سعی کنید که خودتون رو محدود به یه موضوع خاص نکنید. نکته بعدی که خیلی توی خوندن مهمه و شما باید حتما رعایتش بکنید اینه که باید یاد بگیرید زمانی که میخونید لغت‌ها رو چک نکنید دونه بدونه و این قضیه خیلی مهمه، چون هر چقدر شما لغت بلد باشید احتمالاً توی آزمون متونی رو بهتون میدن که توش کلماتی هست که خیلیاشو نمیدونید و شما نباید ذهنتون رو با این چارچوب تربیت کرده باشید که متن رو در شرایطی فقط بفهمه که تمام لغت‌هاش رو میدونه. باید حتما سعی بکنید به یه جایی برسونید خودتون رو که بتونید یک متن طولانی رو متوجه بشید بدون اینکه تمام لغت‌هاش رو بدونید. یکی دیگه از مواردی که باید سعی کنید قبل از آزمون حتما راجبش فکر کرده باشید و تمرینش کرده باشید اینه که متن‌های طولانی خسته کننده رو بخونید، چون تو آزمون یه قسمتی هست که یک متن نسبتاً طولانی به شما داده میشه که در واقع مثل یه حالت صورت جلسه داره. اینجا بهش میگم پروتکل. باید اون پروتکل رو کامل بخونید و متوجه بشید راجع به چی داره صحبت میشه و به سوالهایی که ازتون پرسیده شده جواب بدید. و حالا دوباره میرسیم به یکی از بازیگرهای کلیدی برای درک بهتر متون و اون چیزی نیست جز دایره گسترده واژگان. من همیشه راجع به لغت یاد گرفتن صحبت کردم و همیشه هم گفتم که اینکه ما چند تا لغت بلدیم یه طرف قضیه است، ولی اینکه این لغت ها رو چطوری یاد گرفتیم یه طرف دیگه است و خیلی مهمه که شما به ازای هر لغتی که یاد گرفتید در واقع معادل های اون لغت رو بلد باشید، تو جمله اون لغت رو شنیده باشید، باهاش جمله ساخته باشید
کاربردهاش رو درک کرده باشید، چون واقعا برای مغز ما هم راحت نیست که فقط یک لغت رو بذاره در کنار یک معادل معناییش که مثلا شما تو زبان فارسی میشناسید. حالا یه وقتایی هم هستش که مثلا شما دارید یک متنی رو میخونید که خیلی متن سطح بالاییه و درصد خیلی زیاد از کلماتش رو متوجه نمیشید. یه افزونه‌ای وجود داره به نام افزونه ریدلنگ، وبسایتشون رو هم میتونید استفاده بکنید. این افزونه توی حالت رایگانش به شما اجازه میده که فکر میکنم روزانه 10 تا لغت رو چک بکنید. یا مثلا فرض کنید دارید یک متنی رو میخونید، متن خیلی سنگینی، سخته و نمیخواید هی به دونه دونه کلماتش رو توی دیکشنری چک بکنید. اگه این افزونه رو نصب کرده باشید میتونید کلماتی که حالا متوجه نشدید رو روشون که کلیک بکنید این معنیش رو بهتون میگه. و این مدلی هم هستش که مثلا شما میذارید که من انگلیسی بلدم، دارم آلمانی یاد میگیرم و بعد معنی اون کلمه رو به انگلیسی بهتون میگه، یه توضیح طولانی هم مثلا دقیقا براتون توضیح میده و بعد اگر بخواید میتونه همونجا بهتون میگه که اگه میخواین این توضیحات رو به زبان آلمانی بهتون بدم، که این به نظر من خیلی چیز خوبیه، چون کلا به نظر من خوبه که ما اگه داریم لغت ها رو معنیشون رو یاد میگیریم به زبان آلمانی یاد بگیریم، نه اینکه آلمانی به انگلیسی یاد بگیریم. و این یه نکته خیلی خوبی بود توی این وبسایت و افزونه، برای همین من فکر کردم که خوبه که بهتون معرفیش بکنم. آزمون لزن شامل 5 تا قسمت مختلف. توی قسمت اول شما در واقع بهتون 8 تا آرتیکل داده میشه، 8 تا مقاله دارید که یه تیکه اولی از این مقاله رو براتون نوشته و از اون طرف 5 تا فرد وجود دارن که راجع به یک موضوعی سوال کردن و شما باید بهشون پیشنهاد بدید که مثلا کدوم یک از این آرتیکل ها با توجه به سوالی که تو داری برات مناسبه. یعنی از این آرتیکل ها 3 تاشون اضافه هستش. کاری که شما باید بکنید اینه که اول از همه بیاین اون سوال اولی رو که فرد پرسیده بخونید، یکی از اون 5 تا سوال رو، و بعد بیاین توی این 8 تا آرتیکلی که وجود داره به صورت سریع اول اون تایتل ها رو بخونید، ببینید کدوم یک از این تایتل ها احتمالاً جواب این فرد هست و احتمالاً میشه 2 تا یا 3 تا از اون تایتل ها به این مربوط میشه. و بعد از اینکه تایتل های مربوط رو پیدا کردید برید ببینید که توی اون آرتیکل راجع به چی صحبت کرده و از بین اون 2 تا یکیش مثلا احتمالاً جوابه، یا مثلا از بین 3 تا یکی جواب هست دیگه، و اونهایی که جواب نبوده رو میتونید کلاً خط بزنید، چون قطعاً جواب بقیه 4 تا سوال نیستن و این کار رو میتونید با تک تک سوال ها انجام بدید. در قسمت دوم به شما 2 تا تکست نسبتاً کوتاه داده میشه که این 2 تا تکست رو باید بخونید و به ازای هر تکست یه دونه سوال صحیح و غلط جواب بدید و یه دونه هم سوال 3 گزینه‌ای که کدوم یک از این موارد راجع به این تکستی که شما خوندین درست هستش. بخش سوم اینطوری هستش که شبیه یک فرومه، مثلا فرض بکنید یک فرومی هستش که توش آدم‌ها رفتن سوالاتشون رو مطرح کردن. یه طرف شما 4 نفر رو دارید که اومدن راجع به یه موضوعی صحبت کردن و یه سوالی پرسیدن و اون طرف 6 نفر رو دارید که اومدن راجع به یکی از این موضوعات جواب دادن و شما باید بیاین اینا رو بخونید و به این نتیجه برسید که کدوم یکی از این افرادی که جواب دادن به سوال این افرادی که سوال پرسیدن در واقع جواب دادن. و داستانی که وجود داره اینجا اینه که معمولا اینطوری هستش که یکی یا 2 تا از این افرادی که سوال پرسیدن براشون جوابی توی این 6 تا جواب شما نمیتونید پیدا بکنید، یعنی یا جواب 2 نفر رو پیدا میتونید بکنید یا نهایتا 3 نفر. برای اینکه بتونید به این سوال ها جواب بدید باید چه کار کنید؟ اول بیایید مثلا سوال نفر اول رو بخونید و بعد برید توی جواب ها ببینید کدومشون احتمالاً
جواب سوال ایشون هست و همینطور به ترتیب بیایید پایین. بعد میرسیم به قسمت 4 که بخش پروتکل هست و توی اون صورت جلسه باید به 5 تا سوال جواب بدید و بخش‌های مختلف داره. از اون طرف باید به اینم دقت بکنید که یه سری حروف توی این صورت جلسه نوشته شده، مثل RJ، مثلا JB و اون بالا توی قسمت اولیه صورت جلسه مشخص شده که این حروفا مثلا اسم فلان آدمی که مثلا سمتش توی شرکت مثلا چه میدونم مدیر عامله و وقتی تکست رو میخونید متوجه میشید که مثلا این حرف رو مدیر عامل زده، این حرف رو مثلا مدیر بخش منابع انسانی زده و باید به اینا دقت بکنید. البته بسته به این داره که سوال چی باشه. شما باید اول سوال رو بخونید و بعد قسمت مربوطش رو توی این پروتکل بخونید و بعد که یک سوال رو خوندید جوابش رو پیدا کردید میرید سوال بعدی. این کار نکنید که اول همه سوالا رو بخونید یا اول همه پروتکل رو بخونید. سوال رو بخونید جوابش رو پیدا بکنید. قسمت آخر بخش لیزن و شرایبن هست، یعنی یک بخشی از نمره این قسمت متعلق به آزمون نوشتاری شما و مدلش هم اینطوری هستش که یه ایمیلی میاد برای شما از مثلا رئیستون و توی این ایمیل رئیستون اومده یک ایمیل دیگه رو از یکی از مشتریان شما بهتون فوروارد کرده و گفته که برو این ایمیل رو بخون و ببین مثلا این مشتری چه مشکلی داشته و مثلا این سری کارها رو انجام بده. شما باید اون ایمیل رو بخونید، از توی اون ایمیل به 2 تا سوال جواب بدید که این 2 تا سوال نمرش برای آزمون در واقع لیزنتون حساب میشه و از اون طرف باید یک جوابی به این فرد، به این مشتری بنویسید، یک ایمیلی با توجه به اون چیزی که مدیرتون ازتون درخواست کرده و اون نامه‌ای که می‌نویسید نمرش برای آزمون شرایبنتون هست. میدونم که خوندن متنای آلمانی توی وهله اول میتونه خیلی وحشتناک به نظر برسه به خاطر کلمات خیلی طولانی که تو زبان آلمانی وجود داره، به خاطر نوع خاص گرامرهایی که استفاده میکنن. ولی اگه الان هم شما تو اون زمانی هستید که وقتی یه متن آلمانی رو میبینید وحشت میکنید، باید بهتون بگم که مطمئن باشید که به مرور زمان یه روزی میرسه که این متن‌ها رو خیلی راحت میتونید بخونید و متوجه بشید و نمره خوبی هم تو آزمونتون بگیرید. پس تمرکزتون رو خیلی نذارید روی اینکه نمره خوب بگیرید، بیشتر تمرکزتون رو بذارید روی اینکه پایه خوندنتون رو قوی بکنید و اون وقت نمرهاتون هم خود به خود خوب میشن. اگه این ویدیو برای شما مفید بود و چیزی رو از این ویدیو یاد گرفتید، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال منو سابسکرایب بکنید. اگه هم سوال یا نگرانی راجع به این آزمون دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسین. من سعی میکنم همه رو جواب بدم و اگر که تعدادشون یه زمانی زیاد شد و دیدم که نیاز هستش که یک ویدیوی جداگانه درست بکنم، یه ویدیوی درست میکنم راجع به پرسش و پاسخ به آزمون. و در نهایت باز هم ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید و تا بعد.